سلام دوستان، امیدوارم حال خوب باشه. با ویدیو دوم چنل فرهنگیان همراه شما هستیم. امروز اومدیم با معرفی کتاب دروس اقتصادی دانشگاه فرهنگیان با انتشارات گاج. این کتاب سال 1403 به انتشار رسید. دلیل انتشارش هم این بود که اومدن فرهنگیان کنکورش رو از کنکور رشته های نظری جدا کردن. یعنی اومدن چیکار کردن؟ اومدن کنکور فرهنگیان اختصاص کردن. این کتاب فهرست مطالبش رو من بهتون میگم. میتونم بگم بهترین کتاب بازار برای کنکور فرهنگیان اینه. فهرست مطالب. اولین بخش کتاب بخش تعلیم و تربیت اسلامیه که تعلیم و تربیت اسلامی چیه؟ دین و زندگی دهم، دین و زندگی 11 اومده برای مرور کرده. یه خلاصه نویسی های بسیار بهش میپردازه. خلاصه نویسی های بسیار جالب و قشنگ، کوتاه و مفید کرده که یکی از معلمان خوب، یکی از مؤلفای خوب این کتاب و یکی از معلمان خوب دینی پای این کار بوده آقای محسنی کبیر که معلم بندم بوده. یه مدت داخل ماز بود، داخل آپارات هم هست. اگه سرچ کنید میتونید ویدیوهاشو ببینید. خیلی معلم خوب و کوتاه و مختصر گوییه. حالا میتونید سرچ کنید اسمشو و ویدیوهاشو ببینید. مهارت معلمی بخش دوم این کتابه که از کتاب آقای قرائتی برگرفته شده. من اگر بخوام مثلا مهارت معلمی چند پارتشو بخونم، مثلا 159 صفحه 159. مثلا نوع نگاه معلمی رو باید توضیح داده، امتیازات و ارزش‌های معلمی رو توضیح داده و اغلب اومده حتی اون سوالی که توی گزینش فرهنگیان اگه شما قبولش می‌پرسن رو به طور آموزشی به شما یاد داده که مهارت‌های معلمی این کتاب 3 فصل بیشتر نداره. بخش سوم یا میتونم بگم مهمترین بخش این کتاب هوش و استعدادهای معلمیه که 25 پارت هوش و استعدادهای معلمی 25 پارت داخل کتاب هست. هوش کلامی معنی مستقیم واژگان، معنی واژه در حروف پراکنده. هوش کلامی آرایش حروف و واژگان کدگذاری. تا اینجا درباره هوش و استعدادهایی که برگرفته از ریاضینیست صحبت میکنه. هوش کلامی 9 تا از بخشاش هوش کلامی، 10 تا بخشاش هوش کلامی. هوش محاسباتی بعد از هوش کلامی شروع میشه که همون دنباله‌های ریاضی و الگوییه. محاسبات ریاضی و پایه است، تحلیل و طبقه بندی متغیرات. هوش محاسباتی هم 8 تا بخش از این استعداد تحلیلی این کتابو میگیره. بعدش میره سراغ هوش تجسمی و دوبعدی. هوش تجسمی دوبعدی کشف روابط گروه‌های شکلی، یافتن اشتراک در شکل‌ها، مکعب و تاس، حجم‌های ترکیبی که اینا خیلی بخش مهمی از تست‌های کنکور فرهنگیان بوده امسال. هوش تجسم سه‌بعدی که آقا مثلا یه مکعب میدن، میگن آقا ما میخوایم مکعب رو باز کنیم، وجهاشو بگو، اونو میدن 100%. و آخرین بخشش هم هوش طبیعی تجربی. آقا باید یه چیزی رو تو ذهن تجسم کنیم. این کتاب تا اینجا فصل داشت. ببینید بخش اول که تعلیم و تربیت اسلامی بود، اومده دین و زندگی دهم، اونایی که داخل کنکور فرهنگیان میاد
اول یه درسنامه کوتاه گفته، بعدش یه خلاصه نویسی سریع کرد. خلاصه نویسیشو من اگه بخوام براتون عکسشو میذارم ویدیو ببینید که چقدر کوتاه و مختصر و مفیده و حتی آیای داخل دین دهم و یازدهم اومده به صورت کوتاه کلمه به کلمه معنی کرده که شما سر کنکور فرهنگیان به مشکل نخورید. کلا کتاب خوبیه. قیمت چاپ 403 که مخصوص کنکور ما بود، چون سال 402 403 که کنکور ما بود، تو 402 که تموم شد اصلا کنکور فرهنگیان جدا نبود. از چاپ 403 قیمتش 490,000 تومان بوده که الان دیگه اگه بخواین چاپ 404 رو بگیرید یکم شاید گرونتر باشه، ولی خب 100% تستای امسال اومده توش تحلیل شده و بهترین گزینه است این کتاب برای کنکورهای فرهنگیان. این کتاب تا الان بهترین گزینه تو بازار بوده و جزواتشون جزوات ماز و اینا هم از همین معلمان هست، اما حالا به صورت انحصاری تر شده. ولی من بهتون پیشنهاد میدم که اگه میخواین کنکور فرهنگیان توش موفق شید حتما این کتابو بگیرید. اون قدر هم کتاب سنگینی نیست که بخواد وقتتون رو بگیره. اگر روزانه تایم 1 تا 1.5 ساعت واسش بذارید از تابستون حتی 12 شروع کنید، میتونم بگم که بهترین نتیجه رو داخل آزمون فرهنگیان میگیرید. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. ارادتمند شما، ابوالحسن.